ما وقتی خواسته باشیم یک حکم شرعی را در یک مورد بفهمیم، همه آیات و احادیث را در اون موضوع مشخص جمع باید بکنیم و هر آیت و حدیث در جایگاه مشخص خودش قرار بدیم، بعد میتونیم مفهوم کامل بگیریم. خیلی از جریانات منحرف به امی خاطر منحرف شدن که در یک مورد مشخصی کل آیات و احادیث جمع نمیکنه. یک آیت میگیره، یک حدیث میگیره، 10 آیت حدیث دیگر رها میکنه. در فهم دین در خطا واقع میشه. به عنوان مثال تفسیرش گفته بودیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی وقتا به خاطر از اینکه از ما را از یک عمل منع بکنه تهدید کرده، یعنی انذار داده ما را، بسیار ترسانده که فلانی عمل ترک بکنین، فلانی عمل بد است. خوارج این اعمال اینمی نصوص مد نظر گرفتن و اون نصوص دیگه ای که از بخشش و فضل و احسان و رحمت الله سخن میگه اون چیزی نگفتن و همین خاطر اونا میان اینطور تعریف از ایمان میکنن که اگر کسی یک گناه را هم مرتکب شد کافر میشه. استدلالشان هم از کجاست؟ از قرآن و حدیث استدلال میکنن. کدام آیات و احادیث استدلال میکنن؟ اونم آیات و احادیث را استدلال میکنن که در شریعت به خاطر به اسلام نهی کردن از یک عمل وارد شده و تهدید کرده. مثلا میگه سباب المسلم فسق و قتاله کفر، دشنام دادن به مسلمان فسق است و قتل از او کفر است. این پیامبر مثلا گفته یعنی اگر نفر یک مسلمان کش کافر میشه کاملا؟ نه، نمیشه کافر. بلکه پیامبر چرا تو گفته؟ به خاطر تهدید گفته که یک نفر بسیار ایره مثل کفر وارد بد ببینه و دور شود. اما اینا را امیر اصل قرآن او آیات دیگه قرآن کریم نادیده گرفتن که قرآن کریم میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، هر دو طایفه از مؤمنین با هم چی بکنن؟ قتال بکنن. پس اینا با وجود که قتال میکنن کافر نیستن. الله تعالی اونا رو مؤمن گفته. ولی این آیات باید مد نظر بگیریم. دقت اون آیات نمیکنن، فقط یک آیات و حدیث مد نظر میگیرن، دیگه رد میکنن. یا مثلا مرجئه کسانی را میگن که میگن ایمان تنها تصدیق است، تنها دلت که تصدیق کردی دیگه ولو عمل هم نکنی مشکلی نداره. اینا با چی استدلال میکنن؟ به او احادیث استدلال میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من قال لا اله الا الله دخل الجنه. یا میگه که اگر کسی لا اله الا الله تصدیق داشته باشه داخل جنت میشه. خب آیا معنای همین حدیث نیست که کل ایمان همین حدیث توضیح داده؟ نه، خیلی از احادیث دیگه هست که در مورد ایمان بحث کرده. تو وقتی مفهوم ایمان میخوای بفهمی کلی احادیث و آیات کنار هم قرار بدی، بعد میتونی بفهمی که منظور قرآن کریم چی بوده در مورد ایمان. اونها این کارو نمیکنن، یک دو دانه حدیث میگیرن دیگراشو کاملا چی میکنن؟ رها میکنن، در مغالطه واقع میشن. پس منهج اونها در فهم عقیده ای بود که مجموعه از آیات و احادیث در یک مورد جمع میکرد، بعد از اون موضوع هر کدام از اونها را میفهمیدن. و قاعده پنجم از کامل است در عقیده اسلام، به اصطلاح چیزی را نگذاشته که یک نفری از دیگه جا بیاد صحبت بکنه، از عقل خود بیاد صحبت بکنه، چون مفهوم عقیده هم نیست که یک نفر به مفاهیم غیبی معتقد میشه و هیچ راهی برای شناخت از اونها بجز قرآن و سنت وجود نداره. قاعده پنجم هم است که انسان معتقد باشه و باورمند که هر آنچه که ما در عقیده نیاز داریم الله و پیامبرش او را برای شما بیان کرده. این قاعده پنجم. قاعده ششم هم است که نصوص را، منظور از نص یعنی ظاهر حدیث و آیات را میگیریم. چی رقم بفهمیم؟ معنای ظاهریش را میگیریم و اینطور نیست که به دنبال معانی باطنیش بریم. مثل که یک عده از فرقه ها اما طور آمدن به تعبیر خودشان تفسیر باطنی از دین را کردن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم الله متعال گفته و اقیموا الصلاة، نماز بخونید. معنای ظاهری از این خود پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا انجام داد. خود پیامبر یک سلسله از اقوال و اعمال را انجام داده و از گفته صلوا کما رأیتمونی اصلی. این نماز است، اما نمازی که الله گفته و اقیموا الصلاة، نماز را برپا بداریم. پیامبر خودش عملا او را اجرا کرد، نماز خوانده و نماز را مجموعه از اقوال و افعال را انجام داده و از گفته صلوا کما رأیتمونی اصلی. یک عده میگن نه منظور از نماز این نمازی نیست که تو گاهی وقتا متاسفانه مردم به حرمتی هم میکنه، خدا تا بالا بکنی تا بالا بکنی که من نماز. نه، فقط در یاد خدا که باشی کافی است. و میخواد یک دیش مقوش هم تو میگن چند نقطه تشون خلاصات میگیره میگه این من نماز خوندم. تفسیر چی میکنن؟ تفسیر باطنی میکنن. میگه مثلا منظور از روزه این نیست که تو مثلا از به اصطلاح طلوع قبل از طلوع آفتاب تا وقت غروب آفتاب چیز نخوری. این منظور از بلکه منظور از روزه یعنی خودداری کردن، یعنی کارهای بد نکنی می روزه. این تفسیر چیست؟ تفسیر باطنی است. میگه منظور از حج که الله تعالی گفته ولله علی الناس حج البیت نیست که حتما تو برید در گرد خانه کعبه طواف بکنی. نه، منظورش از حج است که تو دلت متمایل به طرف خدا باشه. همین که بود کافی است. این میگن تفسیر باطنی از دین. و متاسفانه یک عده از فرق می عقیده داره، مشهورترین از اینها مثلا بنا باطنی سابق مشهور بود و فعلا هم که بعضی از کسانی که امی عقاید را تا حدود در خود حفظ کردن اسماعیلیه هست و یک عده از این جریان‌های نواندیشی دینی هم میگه پاره میگن.
اونا هم میگه پاره میگن تفسیر باطنی میخوان از دین رها بکنن که اساس احکام کاملا چی میکنن تعطیل میکنن. میگن مثلا منظور از این قرآن کریم که گفته که والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما این است که دستش براستی قطع کنی، منظورش است که دستش بگیری یعنی نمونیش دزدی کنه. در حالی که خود پیامبر صلی الله علیه و آله عملا حکم تطبیق کرده. پیامبر چه رقم تطبیق کرده؟ عملا دست دزدی خلاص. اینا میگن نه منظور ایت باز متاسفانه به اصطلاح خودشون مطابق همون که گفتن مطابق تفسیر زمانه میکنن. میگه که اگه ما بگیم دست دزدی قطع میکنیم این خلاف بشر است، خلاف نفهم ارزش‌های انسانی امروزی است، خلاف فلانی و فلانی و فلانی است. همیشه که ما یک چیزی رو بگیم و این خاطر میگه منظور از اینکه والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما یعنی نیست که دست قطع کنی، منظور است که نمونیش دزدی کنه. ایت یک تفسیر راه میکنه و این تفسیر مردوده. و این خاطر قاعده ششم هم است که ما ظاهر نصوص را امور رقمی که خود پیامبر تفسیر کرده میگیریم، امور رقمی که خود پیامبر تفسیر کرده. وقتی پیامبر گفته وقتی مسئلات خودش گفت، وقتی قرآن کریم گفته که ولی الله علی الناس حج البیت، پیامبر عملا مراسم و مناسک مشخص انجام داد و بر صحابه گفت خذوا عنی مناسککم، بیاین از من مناسک حج را یاد بگیریم. یا مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله روزه خودش مشخصا تفسیر کرد، یا مثلا زکات خود پیامبر صلی الله علیه و سلم مشخصا چی کرد برای ما تفسیر کرد، گفت از این قدر مال باید بر دیگران بپردازیم و تفصیل از این ما بحث کرده بودیم. قاعده